رسم بر این هست، به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده، حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو، میگوید که من سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم، یا چیزهای از این قبیل. وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی، شیاطین رو هم شامل میشود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمیع ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید. این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر 3000 سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان می شود، یک عده دزد و چاقوکش هم هستن و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریک و تهنیت بگوییم. بنده در اینجا و در خدمت شما میخواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیضیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان آنها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل آن که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد. بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرافکنده در گوشه منازل نشسته اید. این عرض کنم که در ابتدای سخن